میریم سراغ مبحث بعدی، بخش بعدی. همگی این بخش رو کامل درک کردید. یه صفت که توی خودتون دوستش ندارید رو پیدا میکنید، مینویسید، بعد میایید در میارید که به چه دلیلی دوستش ندارید. این صفت کجاها بهتون آسیب رسونده و این صفت واقعا کجاها باعث شده که وضعیتتون بهتر بشه. میدونید که ما در تعادلیم. اون چیزی که به نظر ما یه جایی خیلی بده، یه جایی هم خیلی خوبه. آدمی که بسیار خشمگین میشه و بسیار عصبانی میشه و این رو دوست نداره و میگه این باعث شد که من خیلی از موقعیت هام رو از دست بدم، شغلم رو از دست بدم، یه جاهایی هم این خشم خیلی زیادش باعث شده بتونه حقش رو بگیره. اصلا همیشه این بد نبوده. حالا چند ثانیه به اون صفت اخلاقی که توی خودتون انتخابش کردین فکر کنید. یه احساس توی شما به وجود آورده دیگه. اون احساس چیه؟ ترسو بودن چه احساسی به شما میده؟ احساس مثلا عقب افتادن از بقیه زندگی؟ خجالتی بودن چه احساسی به شما میده؟ احساس دور موندن از بقیه آدما؟ احساس ترس بهتون میده؟ احساس میکنید اینکه خیلی سختگیر هستید نسبت به خودتون باعث میشه که پیشرفت کنید؟ احساس دلهره بهتون میده؟ بچه‌ها این صفت چه احساسی بهتون میده؟ میدونید که صفات چجوری شکل میگیره؟ صفات در اثر تکرار یک روند رفتاری توی شما شکل میگیره. مثلا بار اول ترسیدید، بار دوم ترسیدید، بار سوم ترسیدید، بار دهم بهتون گفتن ترسو یا خودتون به خودتون گفتید ترسو. احساس کافی نبودن، احساس ضعیف بودن. بچه‌ها به احساساتتون فکر کنید، بنویسید. بقیه دوستان چه احساسی توی شما شکل داده این موضوع؟ بنویسید و خودتون رو بهتر بشناسید، خودتون رو بهتر درک بکنید. چه احساسی تجربه می‌کنید با این صفت اخلاقی؟ شما دوستش ندارید به خاطر اینکه یه احساسی اون صفت توی شما به وجود آورده دیگه. میگه آقا من این موضوع رو دوست ندارم چون باعث میشه که احساس ناکافی بودن تجربه کنم، چون باعث میشه احساس کنم خیلی ضعیفم، چون باعث میشه احساس کنم که ناسازگارم، چون باعث میشه احساس کنم میترسم، احساس ترس بهم میده. پس این موضوع رو خوب متوجه شدید که اون صفت ناخوشه رو دوست ندارید چون در درون شما یک احساس رو شکل داده. حالا بریم اون ور ماجرا رو ببینیم. یه صفت رو که توی خودتون خیلی دوستش دارید و بگید. همتون نوک زبونتونه. چیه خودتون رو خیلی دوست دارید؟ مثلا این مهربون بودنم. نه، حالا مریم یه صفتی رو بگو که دوستش داری. با اراده بودنم. آفرین. یه صفتی بگو که توی خودت دوستش داری. یا آقا من رابط عمومیم بالاست. با این صفتم خیلی احساس خوبی دارم. منعطفم. آفرین. من احساس منعطف بودن این صفتم خیلی دوست دارم. مثلا من خودم عمیق بودنم رو دوست دارم. خیلی هم دوستش دارم. من که از صفات که تو خودم میبینم اینه که خیلی عمیقم. حالا چرا این صفتتون رو دوستش دارید؟ چه دلیلی وجود داره که این صفت رو دوستش دارید؟ چرا باید هانی مهربون بودنت رو دوست داشته باشی؟ مریم چرا باید منعطف بودنت رو دوست داشته باشی؟ ستایش چرا باید با اراده بودنت رو دوست داشته باشی؟ بچه اون صفت رو بنویسید. کدوم صفتتونه که دوستش دارید و چه دلیلی وجود داره که اونو دوستش داشته باشید؟ دلرحمم چرا دوستش داری آنایتا؟ آفرین هانیه چون حس خوبی بهم میده، هم به خودم هم به اطرافیانم. شما صفت رو دوستش دارید به یه دلیلی. اون دلیل چی میتونه؟ کمتر بقیه آسیب میزنم، باعث میشه احساس کنم دارم درست پیش میرم. آفرین. شما صفاتتون رو به یه دلیلی دوستش دارید. فکر نکنید همینجوری اون صفت رو دوست دارید.
اما بیاید یه لحظه فکر کنید این صفت کجاها بهتون آسیب رسونده؟ اون صفتی که دوستش دارید، دل رحم بودن، با اراده بودن، مهربون بودن، خوشبین بودن، کجاها بهتون دوستان آسیب رسونده؟ بهش فکر کنید. که آقا من خیلی دل رحمم، این باعث شدش که جایی که نباید مدیر عاملمو ببخشمش، آفرین، و ضرر مالی برام داشته. خانی کجا آسیب دیدی؟ اینش مهمه. این صفت کجا بهت آسیب رسونده؟ آقا من خیلی مهربونم، به خاطر همین معمولاً بقیه رو به خودم اولویت میدم. این باعث میشه که من آسیب ببینم از این صفتم. حالا بگید این صفت کجاها باعث بهتر شدن وضعیتتون شده بچه‌ها؟ یه جا باعث شد که بهتر بشه وضعیتتون دیگه. یا من این صفت باعث شده که خانواده‌ام با هم مهربون‌تر باشن. این صفت باعث شده که دوستای زیادی داشته باشم. این صفت باعث شده که صبورانه‌تر کارمو انجام بدم. این صفت باعث شده که به اطرافیانم اطمینان بیشتری داشته باشم. این صفت کجاها باعث بهتر شدن وضعیتتون شده دوستان؟ آره یه سری جاها آسیب میزنه مریم، یه سری جاها وضعیت ما رو بهتر میکنه، کاملا درسته. منعطف بودن باعث میشه که ما خیلی جاها بگیم که اشکال نداره، من کوتاه میام، من میفهمم، من تغییر میکنم. آسیب ببینیم. صفتهای خوبی که ما دوستشون داریم بچه‌ها خیلی جاها بهمون آسیب زدن، خیلی جاها باعث شدن عقب بیفتیم. پس چه دلیلی وجود داره که دوستشون دارید؟ چون بقیه دوست دارن شما این صفت رو داشته باشید؟ چون به بقیه دارید کمک میکنید؟ حالا سوال، این صفته که الان در درون شما هست که یک صفت اخلاقیه، چه احساسی رو توی شما همین الان به وجود آورد؟ هم به قسمت مثبتش فکر کردید، هم به قسمت منفیش فکر کردید. میگه آقا من آدم دلرحمیم، خیلی جاها ضرر مالی خوردم، خیلی جاها، به خاطر اینکه دلم نیومده یه سری کار رو. از طرف دیگه خیلی جاها هم راحت تونستم آدما رو ببخشم. حالا این صفت چه احساسی رو در درون شما شکل داده؟ میتونید پیداش کنید؟ اون احساس چیه؟ احساس حماقت، شادی، حمایت نشدن؟ پذیرش یک احساس نیستش ستایش، و من از تو انتظار دارم که بتونی احساساتت رو خوب بفهمی. بچه پذیرش خروجی یه تعداد احساسه. میگه من خودم حسم احساسم خوبه، اما دیگران میگن که حماقته. جالب بود. بچه‌ها این صفت خوشی که شما دارید، مثلا دلرحم بودن، و اون صفت ناخوشی که دارید، مثلا شلخته بودن، یه صفت خوش هم داره، یه صفت ناخوش هم داره. مثلا من اومدم اینجا صفت خوش خودم رو مسئولیت پذیری نوشتم، این مثاله ها. صفت ناخوشش میشه بی‌مسئولیتی. از طرف دیگه مثلا من صفت ناخوشی که توی خودم مثلا دارم کم تحمل بودنه، صفت خوشش میشه صبوری.
میتونید اون بخش صفت خوشتون رو پیدا کنید. تقریبا نیمی از مباحث رو ما اومدیم بیان کردیم و نیمی از مباحثمون موند. ازتون میخوام که تا جلسه آینده، تا وبینار بعدیمون که احتمالاً بقیه وبینار رو میخوایم ادامه بدیم که وارد بحث تعادل توی احساسات بشیم، این بخش رو برید جلو و توی خونه با خودتون در طول روز تمرینش بکنید. صفتی که دوستش ندارید، دلیلی که اون صفت رو دوست ندارید، جاهایی که بهتون آسیب زده و جاهایی که بهتون کمک کرده. صفتی که دوستش دارید، دلیلی که دوستش دارید، جایی که بهتون کمک کرده و جایی که بهتون آسیب زده. اینا رو بنویسید کامل. احساساتی هم که این صفت‌ها در درون شما به وجود آوردن رو بنویسید. بعد بشینید بگید آقا من این احساسات رو داشتم، این صفت‌ها رو داشتم، این احساسات رو توی من به وجود آورده. حالا ببینم مکملش چیه؟ مگه من نمیخوام آدم متعادلی بشم؟ من احساس میکنم متعادل نیستم چون یه احساسو دارم بیشتر از یه احساس دیگه تجربه میکنم. بیام ببینم اون احساسی که دارم کم تجربهش میکنم چیه؟ اون صفت رو که چه خوشه چه ناخوش مینویسید، روبروش صفت مکملش رو پیدا میکنید و مینویسید. تا جلسه آینده که بخوایم ادامه این ماجرا رو با هم دیگه بریم جلو. بچه من وایس وبینار رو توی کانال میذارم. از طرف دیگه احتمالاً امروز یا فردا این بخش وبینار رو توی یوتیوب آپلود بکنم، حالا یا توی یوتیوب یا توی آپارات، که اگه خواستید بتونید برید و نگاهش بکنید. حتما این بخش رو دوستان تمرین بکنید. تعادل داشتن اولین کمکی که میکنه به خود ماست. ما توی شغلمون، توی ارتباطاتمون، توی زندگیمون، توی ایجاد روابط عاشقانمون، توی باج ندادن به آدم‌های بیرونی، توی همین اول از همه باید توی احساساتمون تعادل داشته باشیم. پس لطفاً حتما این تمرین رو با خودتون انجام بدید. جلسه یعنی در مورد این موضوع با هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد و ازتون تقاضا میکنم که حتما دوستانتون رو به وبینارها بچه دعوت بکنید. این وبینارها بسیار مفاهیم ساده‌ای درش بیان میشه اما به شدت کاربردی. فکر کنید دوستتون، خواهرتون، همکارتون، همسرتون، دختر خالتون، نمیدونم، همسایه‌تون به اندازه یک قدم توی زندگیش عوض بشه. علاوه بر اینکه زندگی من تحت تاثیر قرار میگیره، زندگی تک تک آدم‌های اطرافش، زندگی شما و زندگی شاید گروه‌های مختلفی که بهشون وصل هستن هم تحت تاثیر قرار بگیره. پس از آدم‌ها دعوت کنید بیان. بگید آقا من دارم یه وبیناری رو میرم، خیلی دوست دارم شما هم باشید. اگرم دوست داشتید شماره‌شون رو به من بدید، من توی لیست پیامک‌هام اضافهشون میکنم و بهشون هر دوشنبه پیامک میدم. برای همتون آرزوی نور و برکت میکنم. شبمون به خیر و شادی.